دوستای گلم سلام، به کانال داستانلی خوش اومدید. اگه فکر میکنی اسپارتان ها شجاع بودن، آریوبرزن رو قطعا نمیشناسی. جوانی ایرانی تنها در دل تنگه‌ای تاریک ایستاد مقابل ارتشی که دنیا رو بلعیده بود. اون نه پادشاه بود و نه آدم مشهوری بود، فقط یه سرباز، ولی کاری کرد که دشمنش تا آخر عمر فراموشش نکرد. این داستان مردیه که تو کتابای درسی نیست، ولی اگه اون جلوی اسکندر وای نمیستاد شاید ایران امروز اصلاً وجود نداشت. این روایت آریوبرزن، قهرمان خاموش پارس و مردی که در دل تاریخ تنها ایستاد. هیچ کس تصور نمی کرد یک جوان ایرانی در دل کوههای فارس بتونه ارتش شکست ناپذیر اسکندر رو متوقف کنه. اما اون نه فقط مقاومت کرد، بلکه تا آخرین قطره خونش ایستاد. اسمش رو کمتر کسی شنیده، ولی کاری که کرد تاریخ رو لرزوند. اگه آماده ای بری به دل یه حماسه واقعی، همراه من بیا. آریوبرزن یکی از سرداران شجاع داریوش سوم بود، ساتراپ پارس، یعنی فرمانده و مسئول اصلی دفاع از مهمترین استان شاهنشاهی هخامنشی. اون جوون بود، ولی دلش از فولاد محکمتر. برای سرزمینش قسم خورده بود. وقتی ارتش مقدونی یکی یکی استانهای ایران رو فتح می کرد، همه می دونستن که پارس آخرین سنگره. اگه اینجا سقوط می کرد همه چی تموم بود. اسکندر بعد از شکست دادن داریوش در نبرد گوگاملا با سرعت برق به سمت جنوب ایران حرکت کرد. هدفش مشخص بود: تصرف پایتخت بزرگ ایران، پارسه، تخت جمشید امروزی. ولی یه تنگه باریک جلوش بود، یه مسیر صخره‌ای با کوههای بلند در دو طرف. اسم اونجا دروازه پارس بود. آریوبرزن دقیقاً همونجا کمین کرد. ارتشش زیاد نبود، فقط حدود 2000 نفر. در مقابل اسکندر چند 10,000 سرباز ورزیده داشت، ولی اون از کوهها کمک گرفت. سربازها رو روی بلندی مستقر کرد. وقتی ارتش مقدونی وارد تنگه شد، بارون تیر و سنگ از بالا شروع شد. یادت اسپارتان ها توی فیلم 300 چطور جلوی ایرانی ها وایستادن؟ حالا این بار برعکسه، ایرانی ها وایستادن جلوی یه دنیا. چند روز مقاومت ادامه داشت. ارتش اسکندر زمینگیر شده بود. خود اسکندر توی یادداشت‌هاش نوشته که تا مرز ناامیدی پیش رفتم. ولی همیشه یه ولی هست، یه محلی، شاید یه چوپان. به اسکندر یه مسیر فرعی از دل کوه نشون داد، مسیر مخفی برای دور زدن نیروهای آریوبرزن. ارتش اسکندر از پشت حمله کرد. وقتی محاصره شدن، آریوبرزن میتونست فرار کنه، ولی نکرد. با همون چند صد نفری که براش مونده بودن تا آخرین نفس جنگید. میگن وقتی احاطه شد، یک بار اسکندر بهش گفت تسلیم شو، من بهت امان میدم. جواب آریوبرزن چی بود؟ سرباز پارس در برابر دشمن زنده نمیمونه. و همونجا در دل تنگه کشته شد. اسکندر بعد از جنگ وقتی فهمید با کی طرف بوده، دستور داد جنازه آریوبرزن رو با احترام دفن کنن، چون فهمید با یه فرمانده واقعی، با یه قهرمان روبرو بوده. ولی توی تاریخ رسمی خیلی کم دربارش نوشتن. اون تبدیل شد به قهرمان خاموش پارس.
امروز بعد از قرنها اسم آریوبرزن هنوز زنده است، نماد مقاومت، شجاعت و عشق به سرزمین. شاید زمانش رسیده صدای این قهرمان‌های واقعی دوباره شنیده بشه. اگه این داستان برات الهام بخش بود، ممنون میشم منو سابسکرایب کنی و کامنت بذاری. راستی بگو کدوم قهرمان واقعی دیگر رو دوست داری تا برات روایت کنم.